این رژه که میبینید پلیسای آمریکا دارن انجامش میدن فقط و فقط به خاطر یه پسر بچه 6 ساله است. اما اون بچه کیه و چه اتفاقی براش افتاده؟ روی حیاط پشت خونه دامینیک که 6 ساله یک کابوس منتظرش بود. بچهای همسایه که گلدار محل بود ازش خوشش نمیومد. ماها قبل این گلدار یه ضربه خیلی محکم به سرش زده بود و دومینیک ضربه مغزی شده بود و حالا بازم دنبالش بود و یه روز توی لحظه شوم توپ تنیسی که روش بنزین ریخت و آتیش زد و اون توپ آتیش رو پرتی از سمت دومینیک. شعله‌های پوستش رو سوزوند و چشمانش از برام بسته شد و درد مثل خنجر توی تنش فرو رفت. کسانی که این حادثه را ندیده بودند فکر کردند که این عمدی نبوده و تصادفیه، ولی دام میدونست که این کار عمدیه. حتی بعد از بیمارستان شایعه ساختن که خودش مقصره. مادر اون قول داره به جای عذرخواهی دامینیک رو متهم میکرد. بچه‌ها شروع کردن به مسخره کردن صورت سوختش. انگار زخمای بدنش کافی نبود. قلبش با حرفای زهرآلود سوزوندن و خانوادهش مجبور شدن از اون محل برن. اما دامینیک با اون روح بزرگیش وسط این همه ظلم فقط و فقط به فکر روزی بود که پلیس بشه و نذاره هیچ بچه این درد رو تحمل کنه.